خوش رو گوش کنین. سه شریف های افغانستان مزار شریف، در ازبکستان بخارای شریف، در تاجیکستان ما درغ شریف. ما خلق سرجم اومده اینا. پیشوای ملت قرائت شعر داریم. از فیض قلوبی پیشوای دیگران. سلام دوستان عزیز. درق یعنی دری که میدروی که دو طرفی میشه کشود میشه اون طرف انا میخوام انا معنی همین ده همین اینا درای دور قدیم دیدم برادر. درای دور قدیم انا خیلی بودم یا همش قدیمیان. انا که همین طرف میبرم بالا رو نشون میده که نشون میده. انا برفود میریم بود. چهار طرف انا خیلی که. چهار طرف رفتیم. السلام علیکم. تلویزیون و تماشا میکنم منم میگم دوست مراد اومدم. ای انا دو درجه میگم. این جاویدش همین بچه کی فایزایی. جاوید دراشون ستاره چه داره اینو ببین. داره خوش جاوید. دراشون رقم داره اینا. این ستاره این خانم تو گاب نشینه دیدم برادر. یک منظرهای عجیب میبینید. اومدم میگم با شما زنده باش توجه. گاب نیست. این پام امروز پیشتری شما چندین دوستان شریف این حال دهی درقه مسجدش اومدیم و یک گپتون میگم خوش رو گوش کنین. سه شریف های افغانستان مزار شریف، در ازبکستان بخارای شریف، در تاجیکستان ما درغ شریف انا میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. این کاندر کارو رو بگین در این دهه دوردستی ما. احمد شاه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینو برادران عزیز تماشا کنید. حلاوت بخورید. این درونش 4-5 سال پیش به اتمام رسید. این بعد بیرونش تا انا اینجا انا قرار از این طرف با سایه شد. این چیز قدیمش تمیز بعضیش ببینید اون نقش قدیمش هست نه این طرفی این همون نقش گل پیشش که دوره بخارا از بخارا یک بای بخارا پول متر در همینجا اصابت که رفته بای بوده 3 سال خودش رفته میاد مسجد سوان در همینجا برای مسلمانان در همینجا نماز خواندن. اینجا ببینید نوشته است عمل مقصود نقاش 1317 سال هجری. اگه چند سال میشه تو وزیران؟ 1300 حساب کنی 1400 شده یا چند است؟ 1400 چند است؟ حساب کنی 1300 100 چند سال زیاده از 130 بعد از بیرون انا عمل استساقی بای نجار. این استا که چوب دستش ساقی بای نامش است. اینش عمل استراجب بای نجار. اینا نامش نوشتگان در درون هم هست. درون پیشتر از این استاد همین استایی که همین نقش نگار کردگی زودای همینجا بودن؟ نه اونا از همون سمرقند و بخارا سرافشان اومده. این همچنان که نامنویسی خشون کردگی موندگی بنامی خشونه. معمار میگن چی میگن؟ معمارا. امارت معمار. اینجاش قدیم پیشتر
پوشیدگی بعد این بیرونش برتر. اینجا مسجد 5 وقته ها بابا مولا جمعه عمل اسحاق عبدالغفار ولد اسحاق عبدالخالق نجار عمل اسحاق رجبای نجار 1313 1313 اونجا 17 بود اینجا 4 سال پیشتر 4 سال پیش بله در اینجا هم هستی اینجا بعد شعر نویسه عمل اسحاق باباجان نقاش اینجا اسحاق باباجان نامش نقش نگاری کرده این همین ستینا که بینه ستینای خودش هستن بعد بروش روشن کرد همین 1000 چند 1314 ها 13 ساختگی همین ستونا همون سال 1313 عیناً گلکاریش هم همون چیزه همون این خودشون ها یگان چی نیست از اینا امروزا بقوت هستن این همین کندکاری های بالا هم هستن که همش همون مهنتی دست من اینو نقکرمی نیستن اینو نقکرمی نیستن اینا اون چیز همون گل هم پیش وقت استو امروزی ما نقاشا هستن گفتن همین سیستم چیه امروزا کرد آدم کردن نمیتونن چی خیلی همون کله همونا کردگی ما که خیلی خدمت کردیم اصلا دیدین دوستان عزیز در درغ شریف بسیار تاریخی کلونی قدیما داشته که عیناً جایی که همون وقت زمان مسجدی که تا حال نگاه کنید هر یک نفر هر یک مهمون میاد حتما میخواد که تاریخ شدانه بیاین استاد سلام علیکم بیاین بابا دوم یک دست مبارک نایزه خودشون باشه همین از همین بای خودی همین خلق باشد که همین خلق هم یک بای نیکی دارن آخه همین خلقای ما بسیار مهمون نوازن بسیار آدمای با معرفت هم بسیار آدمایی که هستن که همین گویا در همین وادی رایان عینه همین بهترین قشلاق همین موهای پیشتر هم درغ شریف گفته و میکردن حاضر هم همین درغ شریف گفته و میکنن حرمت عزت میکنن بخاطر همین کارا من ممکن که همین قشلاق ما هم یکمون به شده باشد بله خیلی تبریکتون میکنیم پیریکور مبارک باشد شما هم خدای مهربان عمرتون دراز کنه خدای مهربان کلماتون نور گردوند این دیار ما با بیاد نور شرف آمدید همین هم دوستان عزیز گفتنیم که اولا شکرگزار هستیم که وطن تنج و آباد اینقدر پیشروی شده سعی ما میبینیم دیگر دولت را جنگ جدار بگذار همه کسا دعا میکنیم که خداوند اول تاجیکستان تنجی و آبادی کنه انشالله همش میشوه همه دههای دوردست ما آباد و زیبا میشوه همین خیلی سعی وطن ملت ما خدای مهربان از جمعی بلای آفتهای دنیوی نگه داره این پرزیدنت ما به همه زیرستوش تنیسیت خاطری جمع امر دراز پادشاهی بردهان عنایت فرمان باز هم همین تاجیکستان ما همین زیر گلگوش حکومت و همین ما تنجی آسوده زندگی الله اکبر زنده باشه تشکر یک گفتیت با میگم که دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم مکن در همینجا رسم خوبی تاجیکان شما مشاهده میکنید البته الان کردیم مشاهده کردیم زنده باشه برادرای عزیز کارخانه کارکردی میوجاتی در رفتیم این برادرها من شما دا نشان میتونم این امروز کشاده شوی همین ای برادرها یکی از کشاده شوی انمی کارخانه این میدرویم این تمام میوه چیسته برای شما برادرای عزیز اینا برای خارجی ها اینا سویکار سید مراد دولت هم کنن بهترین اینا ما یک هم که شما دانشان میتونید ببینید چه کار میکنن چه کار کرد میکنن اینا بهترین یا ای خربوزه باشه اپا جان ای خربوزه اوخه مخته Так, и чана девочки, значит, слушайте. Вот это вот батончик, на него надо наклеить этикетку. Да? Другая упаковываешь готовый батон. аппаратура дидем ин барабара
انا دوستان عزیز دیگه جوی گپ نیست. خودتون دیدید که بهترین میتونه فرق جان دوست عزیز با یک معلومات پر یک روشنی بده همین دوستان عزیز اینجا دهه درخ شریف است در ناحیه عینی است. همین کارخانه‌ای که حالا ما قرار داریم کارخانه استاد سیمرغ دولت است. یعنی که آبادی وطن از همین دهه سر می‌شود. با همین قدر دوردستی این در عرفیت آخری دنیا نیز نامگذاری میکنه. بین دور است لیکن همین خیلی آبادی رفته است. همین باعث صلح، وحدت، دوستی، همدیگر فهمی پیش از همه خدمت‌های شایسته پیشوای معظم ملت جناب عالی هستند. کدامی که می‌خواهید به همین دهه بیایید در حقیقت عرفیت‌های خاصه دهه مشاهده کرده میشه. انا اینجا حالا که ما قرار داریم یک از کارکرد میوه و سبزواتی که در اینجا میشود از استاد سیمرغ دولت هستند. خودتون ببینید کارگران قابلیتی از در رفتی برنامه میگم از زیاده از 25-30 نفر زن میتواند در اینجا با کار دائمی تامین باشد. باز دیگر هاش هم میگیم استاد بخدتون ببینید. دوستای عزیز یک کدرک خواستم برای شما بگیرم تماشا کنید حلاوت ببریم. اینا برادرای عزیز اینا نگاه کنید حلاوت ببریم. اینا تمامی میوه‌جات ها دیدین برادرها. اینا برادر اینا یک کار کار پیشوای ما افتخار ما خوش آمدن. میخوای اینجا جای قانون بافیش اینا مردم دیگه همه بر با بر هموطن ایستاده زنده باشه. اینا دوستم خوجا مراد رو برو ایستادگی دوست مراد زنده باشی. زنده باش اینا برادرها دیدین انا کارخانه کشاده شد. انا برادرها دوی ماشیونه این یک ماشیونه اینا برادرها ما پایون در مکتب کشاده استیان بیمارخانه کشاده استیان همش هست. یک جای میریم تماشا میکنیم. سلام علیکم. خوب اینه بچه ها خوشحالی مردم ببینید. انا مبارک باشد. Kudum
امروز عید است برادرای عزیز. در این دهه تمام مردم دهه در کجایی که بودن همه اومدن. بسیاری مردم مثلا در شهران، در خوجان، در دوشنبه، در دیگر شهرها میگم امروز همه سرجم عید دارن. این خوشحالی دارن. مهمونو رو پیش از گرفته است. این مهمونو اومدن. نه این پرچم هم آزی میکشند. از فیض قلوبی پیشوای دیگران گل چیده و گل دیده و گل خانه کنه دارد. از فیض قلوبی پیشوای دیگران گل چیده و گل دیده و گل خانه کنه دارد. مرد حیرت برسد فیض سخن از فیض قلوبی بیدار سلامت داشته دار. آینده بود آبادی های کشور آید. ای مردمی بیدار سلامت داشته دار. آینده بود آبادی های کشور آید. قطری زرفشان ای شرمندی وابستا، ای در جبین نور خدا، در دستتان خیر و سخا. خوش آمدید بر درد ما، خوش آمدید بر درد ما. پرچم صلح بالا کنید، درهای دل را وا کنید، رو جانب الله کنید. خوش آمدید بر درد ما، خوش آمدید بر درد ما. خوش آمدید مهمانان گرام قدر. توی عزیز اینجا ده یکم ایتاج توی خونه بالا مهمون خونه با مقصد ساونا و تمامی شوی زمانایی در همی بینایی که شما دیده ایستاده هست. اینا اینجاش میدونیم که اینجاش چی نپره. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا میبینیم چی نپره. ساخته داده هستن. این عکسای شما همراه پیشگاه محاضر البته همین چایخونی دنگره من ساختگی. شما هم که چرا ساختگی چایخونی دنگره. ماشاءالله. همون کوشونیا نه؟ کوشونیا نه. دنگره که در درون پارک کردگی چایخونه مهمونای انا جناب یولو مهموناش قطع میره در همجا بشنن. من پارکی که سمالیو داره اوزی کو. من ساختگی. اوزی وایش کردگی نه خرمشهر. بله. دوستان عزیز، این یول هر یک کندکاری که در این داخل می‌بینیم محصول دست حاجی کمال‌الدین پیری برما و چایخونه دنگره با ساختیم مچتی کندکاری ساختیم. اینی بر من چایخونه کندکاری ساختیم. ورزا با به سکه‌هایی که جناب عالی برنامه میکنن اونجا ساختیم. من این ماهی اینی بر تمام به سکه‌هایی که جناب عالی برنامه میکنن من ساختگی یارمو با من ساختگی اومده شما سال 2010 همینا من ساختگی. دوستان عزیز از کدام سال باز در من از سال 1976 این جانب استا. من قریب 40 سال باز است که استا در همین دهه خودمان بسیار امارت‌های نفس پوشیدم. بیرون از ناحیه و جمهوری و ولایت‌ها و تمام همه ولایت‌ها با من کشتگی. حاجی کمال‌الدین استای کندکار. ما این باور که می‌بینی حلاوت بود. زنده باشید. حاجی دستاتون درد نکنه. زنده باشید. خیلی در اومدیم تماشا کردیم دیدم که همه کندکاری را دیخون بچه زو بینید باور کرد یک جهان تشکر به همه مردمان وطن که خیلی پیشرفت میکنن خیلی عبودی اینا باید بروری تو
ما همیشه با ما سراغ کنم با رویم این صدها صاحبکار دیگر حواسمند شدن ان شاء الله در دیگر شوی وطن خدا خواهد سلامت باشید رحمت. من این کراواتای بیرونم مسئول دست خودم. اینه کراوات. استاد کندکار چه خیلی شما؟ سلامت باشید. زنده باشه. اینجا میدارم اینجا بیمارخانه. اینجا همه مهمانا رو انتظارن. ما پیش این مهمانا الکی اومدیم یک بناور میگیریم. اینجا اینا همه نو شد. اینا برادرها خیلی دیده ایستادین، همه زمانوی و طلبات زمانه جوابگو. اینا همه مهمانا رو انتظارن. ما الکی پیش این مهمانا اومدیم. اینا چی نسیگه؟ بینای بیمارخانه منطقوی دهه در خیلی برای تعمیر کردن همین بنیاد کردن همش استفاده این بدونه که تعمیر شد زمانوی شد. اینا برادرها بیمارخانه رو بینید در بالا که های او طرف که های همه جا که های ایشی که گرد به گرد که های بینی که ها در اینا برادرها دیدین اینا خیلی نختان همی دیدین حلوات ببرین اینا اونایی که از دل خواه جای وطن عزیز تاجیکستان میان مهمانداری میکنن. اصلا آداب مهمانداری حرمت عزت حلال و آباد با مردم درختی بهترین چیزایی هست. یکی چیزی هست اینجا پاور کی باشه همراه پاور یک صحبت کنیم. یک شخص متصدی بیا با خودتر میشن. این دارو برنامه گپ ما. سلام علیکم. اسم شریف شما که امروز برای قدم مردم خدمت کنید. اکا شورا یکم دیگه ما میبینیم چی داره این؟ آش. چند کیلو زدگی؟ 40 کیلو. برای مهمانایی که از دل خواه وطن عزیز امروز مهمان شدن در وطن شما. این ایش چی؟ ایش گوش بریونه. این سیب شما شد امروز توی مهمانان عزیز با اجازت شما در وصف پیشوایی ملت قرائت شعر داریم. نه برادر عزیز گشاده شوی بینید نه کلی مردم دیگه در لبانشون حرکت خنده اینا آمدن دیگه اینجا قولیم بافی فاروق جان این دیگه بسیم این برادر اینجا قولیم بافی بسم الله الرحمن الرحیم قرار دختر کو خیلی مفید بهترین خود چند تا جای کار شده اینجا باش همین جا بود ما اینجا سیف ما یک شده شوی الان میشه پرچم
از اینجا ده مکتب اینا اینا برادرها مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 5 اینا برادرها اینا بهترین Asal masuk. Nice bro. Ini apa naruh? خرسندی خلق دیده مرا داره همه سرجم اگه پرچه ما بکشن روزی نه مرا داره پرچه ما کشودن دنگه همه خلق سرجم اومده گه اینه درخ میمای بالا برام بالا شما که کنم پرچم چقدر میکشن ببینید اینا دوستان عزیز اینا اومده اینجا اینا ها پیش اخبار تماشا کنین رو پیش های کانالی ما فقط های دور میبینین اینا اینو پیش میبینین پرچم در حالتی برآمدن اینجا زنده باشه وطن تاجیکستانی آزادی
برادرای عزیز 45 متر بلندی های 45 متر بلندی انا 12 متر همون پرچم خودشه 12 متر همون لطه پرچم هایو بلندیش 45 متر انا میخه انا افسوس که امروز آفتابی های شمال نیست پرچم وای نشد شمال نیست خب شمال قطعی باید دوستان عزیز مکتب شدم این اینجا اومدم این پرچم در اون بالا فابریکه قالین بافی و مقصد میوه و وای اینجا اینا در آخر میان اینجا اونجا توی کودکای خدمت توی کردگان تشکر میگیم همون برادرای صاحبکارو ده سربلند باشن خدا سفرم خیلی صاحبکارا زیاد شوند که تاجیکستان مونه همه وقت آباد کنن این یک آبادی یک گوشه وطن مونه آباد کردن اینا هم مجده هزار رحمت کسی که همینجا در دست کمک درست کرد همین دههای دوردست آباد کردن همشون هزار رحمت واقعی سربلند خانه آباد باشین زنده باشین خداوند نگهبان همه زنده باشین زنده باشی دوستان اینجا برای بپرستارو ها خدمتوی آفرین